سلام به همه دوستان عزیز. امروز اومدیم با یه شروع تازه کلمات مهم ایوان ترکی، یعنی چند سطر داره مثل انگلیسی. اومدیم شروع کنیم. 10 تا کلمه اول میریم، حدوداً 500 تا 800 تا کلمه است. برای فول شدن ترکی کاملا با هم دیگه ادامه میدیم. خب 10 تا کلمه اول مرحبا و مرحبا. مرحبا هم گفته میشه، یعنی ستاش اوکیه. میشه سلام. هوش چاکال، هوش چاکال میشه خدافظ. evet میشه بله. هایر میشه نه. لطفاً، لطفاً نمیگید لو، میگه لو. دوتاش خیلی شبیه همه. او اونی که نقطه داره او از گلوتون تلفظ میشه، یعنی او میشه بدون نقطه، او میشه با نقطه. لطفاً میشه لطفاً. تشکر ederim میشه ممنونم. affedersiniz میشه ببخشید. günaydın میشه صبح بخیر. و iyi geceler، iyi geceler میشه شب بخیر. nasılsın نمیگید ناسیلسین، ناسلسن. ای گفته نمیشه، بین ای و ا گفته میشه حالت چطوره. امیدوارم لذت برده باشین. لطفا سابسکرایب کنید، هر شب ویدیو جدید داریم. الی هر روز.